داستان کوتاه زیبایی رو سریع براتون تعریف کنم که برای خودم خیلی جالب بود، که اتفاقی رو که نشون میده که چقدر خداوند برای ما در زمان مشخصی چیزی رو میخواد، اتفاقی رو که میخواد برای ما رخ میده. اون اتفاق یادم میاد، حالا شاید به صورت کامل یادم نباشه، اما یادم میاد یکی از خانم هایی که در سن 16-10 سالگی یکی از همسایه‌های یکی از دوستای من بود تعریف میکرد، میگفتش که زندگی من خیلی جالبه، من خیلی زود ازدواج کردم و 5-6 سال اول منتظر بچه دار شدن بودم و کم کم از 5-6 سال که گذشت دیگه خیلی ناامید شدم، خیلی به خدا اصرار کردم، خیلی نذر و نیاز کردم، ولی وقتی رفت رو 10 سال دیگه مطمئن شدم که خداوند حتما برای من فرزندی در نظر نگرفته و اینکه دیگه دست از اصرار برداشتم، دست از حتی کارهایی رو که انجام میدادم، نذر و نیازهایی که میکردم انجام میدادم هم برداشتم، از خدا هم ناامید شدم، هر از گاهی ترک میکردم نماز خوندن رو و گله‌ای که به خدا داشتم و شکایتی که از خدا داشتم رو و اعتراضاتم رو اینجوری به خدا نشون میدادم و همینجور که دیگه در حالت افسرده شدن بودم. حدوداً 10-12 سال از ازدواجم میگذشت. یه روز که وسط سالن خونه خوابم برده بود، با یه صدای شلوغی بیرون از خواب پریدم، از حیاط خونه سریع بیرون دویدم و دیدم که همسایه های 2-3 اون برتر خونه ما در خونه یکی از همسایه ها بازه و متاسفانه متوجه شده بودن که نمیدونم، حالا کامل یادم نمیاد که میگفتن که لباسهای نفتی شوهرش رو این خانم برده بوده داخل حمام بشوره که حمام آتیش میگیره و همسایه ها از دود و آتیش و اینها آتش نشانی رو خبر میکنن، یا چه اتفاقی برای اون خانم توی حمام خونه رخ داده بوده که دیگه اون اتفاق رو من کامل به یاد ندارم که اون خانم تعریف میکرد، اما میدونم که یک آتش سوزی بوده که خانم میگه که وقتی من وارد اون خونه شدم دیگه تقریبا هیچ آتیشی روشن نبود و سرک کشیدم توی اتاقا، به صورت ناخواسته سرک کشیدم، دیدم ای وای تخت خواب کوچولویی بغل تخت یه بچه 4-5 ماهه توش خوابه که من میدونستم این همسایه یه دختر 4-5 ماهه داره. یه بچه 7-8 ساله ظاهرا داشته اون خانوم و یه دختر 5 ماهه. میگه سریع به سرعت دویدم و بچه رو با اینکه خواب بود از توی گهواره برداشتم و محکم بغلش کردم و گفتم خدایا من چی میخواستم، من اینقدر دلم خوش شده بود و دلگرم شده بودم که این بچه رو من بغل کردم، یک گرمای خاصی از وجود این بچه گرفتم که تمام اتفاقاتی که دور و اطرافم میافتاد رو یه لحظه فراموش کردم و تو دلم تو همون لحظه اول گفتم خدایا، یعنی هدیه‌ای که من چندین سال منتظرش بودم رو اینجوری به من دادی و چه خوبه. حالا خانمه تعریف می‌کرد، میگفت تو همون لحظه تمام تصمیماتی رو که میتونستم بگیرم رو توی ذهنم اومد و با خودم مرور کردم که به پدر اون بچه بگم ما که چندین سال بچه نداریم، ما که همسایه‌ایم، ما که همدیگر رو میشناسیم، اجازه بده که حالا که مادر این بچه به تقدیر خداوند از میون ما رفته، من این بچه رو به عنوان یه مادر که خداوند بچه‌ای بهم نداده بزرگ کنم تا جایی که حالا شما اجازه بدید. و اینکه امکان داشت خب به هر حال اون آقا حالا روزهای اوله، حالا روز اوله، امکان داره 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد بخواد ازدواج کنه و حالا توی اون لحظه اون خانم به این فکر نرسیده بود که حالا
بخواد این فکر رو بکنه. اما میگه پیش خودم گفتم من شده التماس پدر این بچه بکنم، میگم این بچه رو بذارید پیش من، خواهش کنم به پاش بیفتم این بچه رو بگیرم و من سرگرمیم بشه. که میگه بچه رو بدون این که حالا کسی اون وسط متوجه بشه بغل زدم و ناخودآگاه به طرف خونه خودمون رفتم و اونجا نشستم و به شوهرم زنگ زدم محل کارش که همچین اتفاق افتاده و من این بچه رو آوردم خونه و الان خیلی آشفتم، بیا پیش من که من تنها نباشم و نمیدونم این کاری که کردم درسته یا نه. و من همسر اون خانوم اصلا اون لحظه ها اونجا ندیدم، فقط پسر بچهش بود که شدیداً گریه میکرد و ناراحت بود از اتفاق پیش اومده و اینکه حالا بچه ها نجات پیدا کردن. بیا به من برس. میگه شوهرم اومد خونه و منو آروم کرد و یه مقداری همونم با بچه رو بغل کرد و به هر حال یه زوجی بودن که بچه نداشتن و خوشحال بودن یه جورایی، نه اینکه از رفتن مادر اون بچه خوشحال باشن، از اتفاقی که تو زندگیشون تو لحظه افتاده بوده خوشحال بودن که این بچه حالا تو بغل این هاست. بغلش میکنن و میگذره و میگه روزهای اول پدر این بچه میدید که بچه رو من میگیرم از من تشکر میکرد و اینکه خب حالا گریه زیادی میکرد که همسرش از بین رفته نمیتونست قبول بکنه و توی اون روزها و لحظه های اول به هیچ عنوان از من نخواست که حالا من بچه رو حتی به مادرش، خواهرش یا خاله اون بچه، مادر بزرگش اینها بسپارم. و نمیدونم رو چه حسابی اون آقا اصلا هیچی نمیگفت، فقط تشکر میکرد و اینکه میدید بچه بغل منه خیالش راحت بود و من خیالش رو راحت میکردم که شیرشو من میدم همه چی. خب مجبور شدیم شیر خشک براش تهیه کنیم، بچه به شیر مادر بود و خلاصه سختی هایی که تعریف میکرد. میگفت اصلا این نکته های ریزش هیچی، ولی نکته‌ای که توی زندگیش خیلی مهم بود و همه جا تعریف میکرد و اتفاق زندگیش رو میگفت برام خیلی جالب بود که گذشت و هفته این خانم گذشت و با اینکه باباش باز هنوز اشک میریخت و ناراحتی میکرد، دیگه بعد از هفته اومد سراغ بچه و گفتش که نمیدونم با این بچه کوچیک با اون 7-8 ساله اونو بدم مادر بزرگاش هر دو مریضن، اونو بدم مادر بزرگش، اونو بدم به خالش، عمه نداره که من خواهری نداشته که بخواد ظاهرا کسی رو پدرش نداشته، ولی کسی نمیتونم بدم این بچه ها رو بزرگ بکنم و چی کار کنم و اینها. که میگه من و شوهرم بهش گفتیم اگر که شما اجازه بدید و دوست داشته باشید تا هر زمانی که شما بخواید ما میتونیم پدر مادر باشیم برای این بچه، نه اینکه پدر مادر باشیم حکم پدر مادر رو داشته باشیم و اینکه نذاریم این بچه بی مادر شدن رو توی زندگیش حس بکنه و اینکه شما هم هستید، ما از اینجا هم نمیریم، میتونیم هم که تا یه جایی برسونیم، تا هر جایی که شما بخواید، ولی این اجازه رو به من بدید که من برای بچه شما اگر خدا این هدیه رو بهم نداده بچه شما رو تا یه جایی براش مادری کنم.